توی ویدیوی قبلی راجع به ایمپاستر سیندروم یا همون سندروم دغل‌باز صحبت کردیم و اینکه چه اثراتی میتونه واسه بدن داشته باشه و این موضوع انقدر جدیه که خیلی از سلبریتی ها درگیرش بودن. نمونهش آقای مایکل استون، یکی از تهیه کننده‌های معروف هالیووده، خیلی با این موضوع دست و پنجه نرم کرد. جزو کساییه که اقرار کرده که هر دفعه که من در حال کار روی پروژه‌ام بودم حس می‌کردم که الان نگهبان میاد داخل و منو پرت می‌کنه بیرون. حالا روش‌های غلبه به این حس چیه؟ اول از همه باید بدونید که اگر زیاد دچار این حالت میشید و زیاد این احساس رو دارید، یک پروسه زمانبر هستش و باید مداوم روش کار بکنید. اولین روش مقابله باهاش اینه که بیاید بدنامی رو از اون تجربه قبلی که داشتید بردارید. اتفاق مشابه قبلی که شما واسهتون افتاده بود و ازش تجربه ناخوشایندی داشتید رو باید از کلمه شکست به کلمه تجربه تغییرش بدید. وقتی این کارو بکنید خودش 50% مسیره. اگه فقط صرفا تو لفظ باشه نه، واقعا باید باورتون به این تبدیل بشه که اتفاقی که قبلا افتاد یک شکست نبود، صرفا برای من یک تجربه بود. چرا؟ چون که وقتی شما ازش به عنوان یک تجربه یاد میکنید میتونید راحت مرورش کنید و ازش استفاده کنید و درسایی که لازمه رو بگیرید تا حداقل کارهایی که توی اون موقعیت توی اون پوزیشن انجام دادید و باعث شده که به اون هدفی که میخواید نرسید الان دوباره تکرارش نکنید. توی این مسیر برداشتن اون بدنامی از اون احساسی که داشتید باید حتما به خودتون یادآوری کنید که 7 میلیارد آدم 8 میلیارد آدم روی این کره زمینن و دارن 70%شون با من همزمان این حسو تجربه میکنن. اولین کسی نیستم که دارم اینو تجربه میکنم، تنها کسی نیستم که دارم اینو تجربه میکنم و قبل من آدم‌هایی بودن که تونستن با این حس مقابله کنن و موفق بشن، پس من هم میتونم. باز هم تکرار میکنم، وقتی بدن توی اون حالت قرار میگیره حس میکنه که الان یه مثلا حیوان وحشی دنبالش افتاده، پس ناخودآگاه ضربان قلب میره بالا، عضلات منقبض میشه، یک سری از فعالیت‌های خیلی اساسی ما از کار میفته. مهمترین چیز اینه که اون لحظه خلوت کنیم، برای 2-3 دقیقه شده برید سرویس بهداشتی، یه جایی برید که هیچ کی اطرافتون نباشه و با خودتون صحبت کنید. فقط خودتون میتونید تو موقعیت به خودتون کمک کنید، هیچ کس دیگه قرار نیست نجاتتون بده. اگه شما شرایط مشابه این تجربه کردید حتما برام بنویسید، برام باشین، چون قراره کلی راه حل بیشتری پیدا کنم و باهاتون به اشتراک بذارم.